وقت درست کردن یه خوراکی پرطرفدار با کوکمگه. 2 بسته بیسکویت پتی بو رو خرد میکنیم. 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو، 1/4 پیمانه کره آب شده، 1 لیوان شیر میریزیم و مخلوط میکنیم و با دست ورز میدیم. خمیر رو روی کاغذ روغنی یا کاغذ نسوز میندازیم. 1 کاغذ دیگه روش پهن میکنیم. با وردنه بازش میکنیم. لبه های خمیر رو با چاقو برش میدیم و صافش میکنیم. روش خامه فرم گرفته میریزیم، صاف میکنیم، کمی شکلات چیپسی میریزیم و رول میکنیم. دورش سلفون میکشیم و به مدت 2 ساعت میذاریم داخل فریزر. سلفون رو باز میکنیم، با شکلات آب شده تزیین میکنیم و کمی توت فرنگی خرد شده میریزیم روش و سروش میکنیم. اینم یه رولت شیک و مجلسی به روش کوکمک.